یه برادر تاجیکستانی من که فکر میکنم که ایشونم همین توی اینستاگرام هستن اینا، مثل این که اومده جلوی خونه یه ویدیو گذاشته که ما برادرای تاجیک تو رو دوست داریم و برای تو یه چیزی آوردیم، یه کادو برای من آوردن، یه چیز تاجیکی برای من آوردن. یه جایی دیدم، الان حضور ذهن ندارم، اون برادر من که اومده بود دم در خونه، اسمشم نمیدونم چی بود، چند بار اومده بودی اینجا به من یه چیزی کادو بدی، از تاجیکستان اومده بودی، به من گفتن از تاجیکستان اومده، برادرای تاجیک من نبود اینجا همینجوری برن. سلام برادرای تاجیکستانی من، خواهرای تاجیکستانی من دیدم شما منو فالو میکنین، فدای شما من بشم، جیگر شما رو من برم. من با بچهای افغانستان خانه یکی هستیم، یعنی سفره یکی هستیم. ایران هم که دیگه خب هر جا برم با خودمون میام دیگه، ما ایرانی ها با هم هستیم. برادرای تاجیک، خواهرای تاجیک من خیلی به من لطف دارین. من عاشق زبان زیبای فارسی اصیل شما هستم و امیدوارم یه روزی بتونم فارسی رو انقدر زیبا و روان و شسته و رفته و زیبا از تمام قلبم فارسی صحبت بکنم و یه سری کلمه‌های عربی که اینا در وجود ما تو این چند سال کردن و از ذهنم پاک بکنم و از ته قلبم فارسی صحبت بکنم. میگم اما کجا هستی تو؟ من چند بار اومدی دم در، آمار تو من دادن، نمیخوام ناامید بری. کجایی برادر من، برادر تاجیکستانی من که هلوش میگفتن 700-800 هزار تا فالوور داری، هم تاجیکستانی دوستت دارن. چند بار اومده بودی گفتن یه چیزی کناف نمیدونم، یه چیز تاجیکستانی که مال تاجیکاست میخواستی برای من بیاری اینجا، به من آمار دادن دور و بر خونه من. فردا هم اینجا بپلک داداش من ببینمت. میگن چند بار اومدی، میگن چند بار اینجا نشسته بودی، عکستم برای من فرستادن، یه کیفم رو دوشته. من دوست ندارم تو ناامید اینجا بدی. اگه اومدی چند روز وقت زندگی رو داشتی منو ببینی، فردا همینجا باش میام سراغت. مازد برم کوچیک بچهای تاجیکستان هستن، خاک پای همه شما. آره فردا میخوام یه ذره برقصم با چند تا آهنگ. آره آیسان اسلامی، به نهایت شادم که تو من رو قدردانی کردی. من میدونستم تو برادر خاکسار عادی هستی، من تو رو دوست میدارم، خواستم بیایم تو رو از نزدیک ببینم. فردا صبح صادق تو رو انتظارم. بچه‌ها سلام، خسته نباشید. من همین الان رسیدم خونه. میگم من صبح داشتم میرفتم، خیلی گشتم دنبال این برادر تاجیک زبان ما، برادر تاجیکستانی ما، ندیدمش. الان دارم میرم پیاده روی داداش، از سر کار اومدم میخوام برم پیاده روی، بعدم میخوام برم ورزش. اگر دور و بر خانه هستی همینجا باش من تو رو ببینم. میگن 3-4 بار اومدی. برادرای افغانستانی من، خب خواهر برادرای من وقتی که میان، من این نمیخوام همینجوری بری داداش. اگه دور و بر هستی تا یه 10 دقیقه دیگه بیا همین برا داداش. این مورم به عشق بچهای تاجیکستان میزان کردم. بیا تو رو ببینم جیگر، بیا. آیسان آقا، من همینجا انتظار تو هستم، تو رو انتظارم. آیسان برادر، خیلی شدم. خیلی شدم. من نشنستم شما. خیلی شدم. با شما توفه آوردم. چیه تو بگو؟ میخوام با شما پوشانم. ممکن؟ بیا خوب. Welcome. Thank you so much.
درایید شما کلام درایید. رحمت آیستم دیدی با مجمع هیچ من اول دیدم مجمع شیر خورشیده نه شیر داستانه. آره بشید با من ما تازه از این بدبختی نجات پیدا کردیم. من دیدم همون روز این برادر ما بچه تاجیکستان اومده تازه اومده بفیلمی نه گوشتگیره گوشتین کرده ازاد آموز 1 میلیون فالوور داره. خیلی هم دوستش دارم چون معمولا کامنت نمیذارم مثلا برای میدونم یه عالمه آدم خیلی دوست داره. دست در ما شما رو از بلدشون از خلقون این بود بغل باشه این بغل باشه از خلقون تاجیکستان از بلدشون یه چیزی هم به تاجیکی و بچه مقدار رو بکشم کشوری داره تاجیکی گرزا خط دیگه این من تو صورت هم از این بار کشه من دیگه یه چیزی داره به تاجیکی هم گرزن تاجیکی ایرانو را گرزن میخواستم که برادرای تاجیک و ایرانی ما نزدیکتر شویم دوستان شویم. ما همه یک دیگر هستیم پاک زبان هستیم. میخوام دوستی بین تاجیکا و ایرانی‌ها همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشه و همه کلام آقای احسان بگیم ما را قدردانی کرد قبول کرد رحمت آقا خیلی آقا خداوندی همون آقا همین برادر ما کشتگی صورت داشت صورت کشتگی مرام کشتگی 5 روز اینجا اصلا باور نمیشه یه عشق و محبت به من داره میده که بهش گفتم باید بیاید بیا 3-4 روز خونه من باش من داره بریم تمرین. این آقا رو دیگه شما به استوریا من میبینید اصلا یک بچه عجیب غریب انسان خیلی بابایی خیلی بابایی عجب چیزی رو بردی ما شما در تاجیکستان انتظاری نمیخوام نکنندش شما تاجیکستان 100% ممکنه شما مثلا این لباس هم میدوشم همش شما ببینید این لباس مقدس داره کوبیده سر دست جنجل تا روزی سر دست گلاسی آقسه نفت خنده دار فیلم اکشن سر را پولیس گاولو میگیره تا بندار ما شما رو با ما آشناسی که صدای انفجار چی میگی بچه این بار بغل باشه این بغل باشه که نشستی که شده سرود گرگا موقع دریدم هم کمیزم باشو شاید زنگینی رکه از خلقون تاجیکستان از بدخشان یه چیزی هم به تاجیکی و بچه مانده رو میگشم یه بار بغل این بار من چون صورت همه باید کرده یه چیزی داده به تاجیکی هم در بیاد میره توی جیب میخواستم که برادرای تاجیک و ایرانی ما نزدیکتر شویم دوستتر شویم. ما همه یک ملت هستیم پاک زبان هستیم. میخوام دوستی بین تاجیکا و ایرانی‌ها همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشه. رحمت کلام آقای احسان که ما را قدردانی کرد قبول ایرانی‌ها همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشه. رحمت کلام آقای احسان که ما را قدردانی کرد قبول کرد رحمت. آقا خیلی آقا خدا وکیلی همون آقا همین برادر ما کشتگی صورت داشت صورت کشتگی مرام کشتگی 5 روز اینجا اصلا باور نمیشه یک عشق و محبت به من داره میده که بهش گفتم باید بیاید بیا 3-4 روز خونه من باش من داره تمرین. این آقا دیگه شما تو استوریا من میگید اصلا یک بچه عجیب غریب همه بافقی و وحشی هر شب مستر برچه باشیم چرا نیستیم سر برچه در بار ما شما رو در تاجیکستان انتظاری نمیخوام من میام تاجیکستان 100% ممکنه مثلا این لباس میدوشم دقیقت همینه دو فیلم بلوره مثلا حرفی بری باشی قلم بفهم اینجا صاحب داره نگو من سرم تو از اولش